يا أبناء شعبنا العزيز. سروزیر عراق حیدر العبادی اعلام کرد که عملیات اخراج سلاح به دستان گروه دولت اسلامی از شهر موصل آغاز می‌یابد. احتمال عملیات پاکسازی موصل که با کمک نیروهای آمریکایی دایر خواهد شد، بزرگترین چاره‌بینی مشترک نظامی از زمان جنگ عراق در سال 2003 شود. موصل آخرین استحکام بزرگ گروه دولت اسلامی در عراق است. قبل از جنگ در موصل 2 میلیون نفر اکثرا مسلمانان سنی مذهب اقامت داشتند. وزیر کارهای خارجه ترکیه مولود چاوشاغلو اظهار امیدواری کرده است که گروه جهادی از موصل بیرون کشیده می شود. Bizim Irak'da Musul operasyonuyla ilgili düşüncemiz gayet net. فکری ما درباره موصل واضح است. عملیات را باید ارتش عراق و نیروهای محلی شروع کنند، نه گروه‌های نیمه نظامی شیعه. واحدهای کردی پیشمرگه هم می توانند به عملیات همراه شوند. ما نباید وضع را به وجود آوریم که انتخاب مردم در بین گروه دولت اسلامی و گروه‌های شیعه باشد. tercih yapmaya zorlamamamız gerekiyor. وزیر ترکی تصدیق کرد که آشوبگران سوریه سلاح به دستان گروه دولت اسلامی را از شهرک دبیق سوریه بیرون کردند. چاوشاغلو اضافه کرد که ارتش آزاد سوریه دبیق را اشغال نموده در سمت شهرهای الباب و منبیج حرکت دارد، ولی دهات گرد و اطراف دبیق تحت تصرف گروه دولت اسلامی قرار دارد.